خب به نام خدا، سلام. مراد صادقی هستم از کشور ایران، شهر تهران. موضوع فاینال پروژه من یک ماشین حساب ساده است که دارای 6 تا تابع عملیاتیه، 5 تا تابع اصلی و یک تابع مین و یا همون رابط کاربری و اجرایی. ماشین حساب من قادره که عملیات های جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و ریشه گیری رو به خوبی انجام بده. بریم و سراغ خود کدا. خب وقتی میایم اجرا میکنیم دستور خودمون رو، میبینیم که یک لیستی برای ما باز میشه که شامل چندین تا گزینه است: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و ریشه گیری. با جمع شروع میکنیم. گزینه یک رو وارد میکنیم، عدد اول رو از ما میخواد. عدد شماره 5 رو بر فرض مثال وارد میکنیم، عدد دوم شماره 2 رو وارد میکنیم و توقع داریم که خروجی به ما عدد 7 رو بده که میبینیم بله عدد 7 داده شد. و بعد این کار بسته میشه و برمیگرده به خط شماره 40 و تابع از اول کار میکنه. بر فرض مثال میریم سراغ تفریق. شماره 2 رو وارد میکنیم، عدد اول 5، عدد دوم 2 و باید توقع داشته باشیم که 3 به ما خروجی بده و میبینیم که بله خروجی به ما عدد 3 رو میده. میریم سراغ ضرب کردن. شماره 3 رو وارد میکنیم، عدد اول 5، عدد دوم 2 و بعد خروجی به ما 10 بده که میبینیم بله 10 هم میده. میریم سراغ تقسیم کردن. گزینه 4 رو وارد میکنیم، عدد اول 5، عدد دوم 2 و بعد به ما خروجی 2.5 بده که میبینیم بله خروجی به ما 2.5 میده. میریم سراغ توان. گزینه شماره 5 رو وارد میکنیم، عدد اول از ما میخواد 5 رو بزنیم، به توان چند برسه؟ به توان 2 برسه و بعد 25 رو به ما خروجی بده و بله. و میریم سراغ ریشه گیری. به گزینه آخر 6 رو وارد میکنیم، مثلا ریشه دوم عدد 100 رو ازش میخوایم بگیره و میبینیم که به ما خروجی 10 رو میده. و برای تست کردنش هم اینجا یک فایلی رو داریم که تو 41 خط نوشته شده، تست میکنه و چند تا ویژگی داره. اینکه اولا پرینت نداره و پرینت انجام نمیشه و صرفا داده و ورودی و خروجی هست، اینجا توضیح دادم. و داخل خود پروژه اصلی نیست چون توابع ما رو دچار مشکل میکنه و باید همیشه جدا انجام بشه و با اجرا کردن این کد دستور در ترمینال برای ما به خوبی اجرا میشه و تست رو انجام میده. متشکرم.